ای مردم، لطف کنید از گذشته کسی پرسان نشوید. از کجا دانید برای که خاطرات فراموش شود چه چیزهای را پسی سر نکردم؟ خواهش با پرسش خود، با وجود خود خاطره های کسی را دوباره زنده نکنید، زیرا سخت است در خاطره ها زیستن. آینده را ندیدن حسرت دارد. اگر خاطره فقط خاطره ماند، این که جهنم است. گر لیوای خاطره در زندگی بلند باشد، صدای خاطره سکوت است، اما چنان در دل را میزند که از صدای شیشه قلب تیکه تیکه می شود. خاطره ها درد دارد.